که کارت های دعوت از طریق صفحات فیسبوک به نشر رسید. بعضی دوستا که فیدبک های خوب نداشتن یا تبلیغات ناشایسته کردن که باید هم شرایط این برنامه برگزار نشه. ما گفتم اگر حتی انتحاری هم صورت بگیره، اگر دست و پایم هم نباشه، بالاخره بر راه و مسیری که انتخاب کردیم ادامه خواهد دادیم. تاییدات امنیتی هم بود، حتی دوستای ما طریق صفحات فیسبوک هم تبلیغات ناشایسته دیده بود تماس می‌گرفتن که آیا فردا برنامه است یا نیست. گفتم برنامه به هر شکلی که شب برگزار خواهد شد. ترس است در وجود هر کسی، ولی اگر کسی بخواد به اهداف خود برسه باید روی همه ترس ها پا بگذاره، باید مقابله کنه. نه داعش نه طالبش نمیتونه پیش روی ما رو بگیره، پیش روی تیم ما رو بگیره. ما فرهنگی کار میکنیم به خاطر رشد فرهنگ افغانی خود. آیندهش من خوب میبینم. داشت که ما میتونیم یعنی همدیگر پذیر باشیم، با وجودی که یک مدل اگر تاجیک باشه یا هزاره با پوشیدن لباس یکی از همشهری‌ها یا یکی از هموطنای خود این احساس برای دیگران میده که ما همدیگر پذیر هستیم، ما میپذیریم. همچون فستیوالا ایجاد شود و زیادتر از این شود. ما مطمئن هستیم که ذهنی که مردم ما در این جنگ ها در این حالات دیده، مطمئن هستیم که ذهنشان فکرشان تغییر میکنه و آماده میشه برای یک آینده بهتر و خوبتر.